خیلی تکفیر عموم هایی و تکفیر چه هست؟ تکفیر معین است. تکفیر عام هست و تکفیر معین است. تکفیر عام یعنی از جهت عموم بگیم، عموم یعنی کسی که این کار کند باید کافر میشه. لیکن از جهت معین یعنی تعیین، زید گفته آدمای، زید گفته که آدمای همین کار کند همین زید کافر میگه؟ نه. فهمدید؟ همین به مسئله تکفیر، مسئله چی گفتیم یعنی مسئله تکفیر، این مسئله بسیار مسئله چی گفتیم یعنی مسئله بسیار مسئله خطیر، مسئله چی گفتیم یعنی بسیار مسئله خطیر. یک کس کافر گفته نمیشد الا یعنی پیش از این حکم تکفیر، یک کس با کفر حکم کردن، این حکمی که گفتیم یعنی حق الله سبحانه. التكفير هذا حق الله عز وجل. الكافر هو من كفره الله عز وجل. فهمتید؟ کافر همونه که الله همین کافر گفته باشه، نه که تو. این کافر گفتن تکفیر این چی بده؟ حق الله سبحانه و تعالی. این چیز تو بنا میگردد که به میگردد حق الله سبحانه و تعالی بوده است. فهمتید؟ برای همین کفر یعنی مسئله تکفیر این چیه؟ مسئله خطیر، مسئله چی خطیر. یعنی هم به قرطبی رحمه الله صاحب کتاب یعنی تفسیر نه، انما صاحب کتاب المفهم فی شرح صحیح مسلم یا رحمت الله علیه میگوید که تکفیر میگوید مسئله خطیره میگوید یعنی فالناس دخلوا فيه في هذه المسألة فكثير منهم انزلق. بسیار آدم‌ها در اومدن مسئله تکفیر با، لیکن چیدن انزلاق معناش میدونید غیجیدن، لغجیدن، افتیدن. یعنی یا خنده غیجه چی میشه؟ یعنی وقتی که زنبه میافتید یا گردنت میشکند یا بیونت میشکند یا پود میشکند. انا میخوام مسئله تکفیر اندم چی میشه؟ یعنی یک بلا میشی یا میونت میشکنی یا گردنت میشکنی. مسئله تکفیر به در اومده. میگوید که بچی میگوید ما میگوید و نحن میگوید نسأل الله العافیت ولا عافیت لا یعدلها شیء. و ما از الله تعالی چه میطلبیم؟ عافیت. عافیت یعنی تنجی سلامتی میطلبیم و تنجی سلامتی به میرسه چیزی نیست. یعنی دیگه این قول قرطبی رحمه الله مثلا میگوید این چیزه. قرطبی این مسئله میگوید یعنی امروز مثلا چی یعنی 18 ساله شته مثلا چی میگوید بیار نزد من به فوزان عباده من و یا به تکفیر به درس میتیم. یعنی این جرأت بین، یعنی نوترسی بین، بی حیای، بی علمی، بی سوادی بین. یعنی اینجا رفت میبرد مثلا کامره میموند یعنی یا اخی سبحان الله آخر تو کلمه گفته منها همون رجلی که پیش اما بچکا کرد او بقت بها دنیا و آخرت. یک کلمه که دنیا و آخرتش هلاک کرد یعنی یک کلمه کرد یعنی تو دینت خراب میکنی، خودت خراب میکنی به این چیز، میونت میشکنی به این قول کردی کودک مثلا. یعنی این چه دلالت میکنه؟ منوی که مثلا میبینیم که امروز مسئله تکفیر به با جرأت سخن میگویند و ناترسید میگوید. این ما چی میفهمیم؟ این آدم میفهمیم که این آدم بی علم، بی سواد، بی حیا، بی شرم بدنش دلالت میکرد. یعنی ضعیف ایمانش به ضعیف دینش به دلالت میکرد این چیز. اگر مثلا مسئله حقیقی دین حقش میفهمید این مسئله به نمیدر اومد. این مسئله به چی نمیدر اومد؟ این مسئله به یعنی شیخ صالح فوزان کلمه ذهبی دارد من مجموعی فتاوای شیخنده ما کلمه ذهبی دارد میگوید که مونده چی میگوید یعنی حکم به رده های سونه رده چی شای حکم میشه یعنی چی حد رده های حکم رده های و حد رده های کی مرتد میشد و حکم مرتد چی یعنی کدوم حد دارد مرتد. دو چیز همین رده به تکفیر به یعنی حکم کردن این حکم میگردن میگوید علما به میگردد العالم که به علماء راسخین به میگردد یعنی الذين کی وایو یعنی وایو منوی که یحکمون بین الناس بما انزل الله یعنی بین آدم ها به چیزی که از الله نازل شده مسائل حرابه و سریقه و زنا و سریقه هم مسئله ها به چی حکم کردگی عالم ها یعنی هم حکم میکنن. یعنی هم عالمی که مسئله دزدی، مسئله حرابه، مسئله زنا، مسئله ربا
هم مسئله به حکم کردگی علماها همینو حکم میکنن که کی مرتد میشد کی مرتد نمیشد، کی کافر میشد کی کافر نمیشد، همینو حکم میکنن. سونی و یا به حد قایم کردگی که ولات الامور دو کس این مسئله به میدارن. فقط علماهایی که گفتیم که بین مردم به همین چی مسئله ها با این مردین آدر اومدگی مثلا چی باید ها یعنی مسئله یعنی ها همین روز تشم خیلی گفته استاد است یعنی کدو من کلام شیخ خوندم کلام شیخ من گفتم زن داری گفتم ها گفت فهم که یعنی این رسول صلی الله علیه و سلم میگه که این چیزی که چه بنات آدم بنویسگی مسئله حیض احیانا همین خیلی مسئله میشد که حیض مثلا چه زن 7 روز 8 روز حیض میبیند یعنی ها علم چینده. بعضی میشد که زن 3 روز حیض میشد مثلا چه 4 5 روز میشد با 7 8 روز میشد میشه تو میشه گفت همین چه خیلی حکم میکنه گفتم من زن به چی حکم تی گفتم من لیکن میشه همین خیلی واقعی یعنی گفتم انسان گفتم آخر تو همین چیز که یعنی زندگی تو پیشش متنده نگاه گفتم جهلت به بی فهمید به بی سوادیت به والله غالب منو مثلا چای اگر 100% 99% 100% گیم که خدا نمیکنم هم مسئله های نمیفهمد یعنی نمیفهمد همین چیزا نمیفهمد به حیض نفاس چی بدنجا نمیدوند یعنی ها چون مسئله تکفیر با اومدگی ده چی خودش چی میگیرد یعنی دستش دویم بالا به یعنی جواب در ما میابید یعنی این چه دلالت میکند یعنی بیفهمی به دلالت میکند. به شیخ فوزان میگوید که اگر سیگیم درود اینجا میگوید چی میشد میگوید چونه فوزه میشد میگوید یعنی فوزه یعنی چی بی ترتیبی میشد یعنی بی ترتیبی میشد یعنی چی گم میکنیم ترتیب گم میکنیم اینجا. این مسئله به فقط که حل میکند علماها و که ها سردارها دیگرها مثلا چیز به تدخل نمیکنند. تو یکی از دویی یا که طالب علمی یا که جاهلی. طالب علم باشه دیگرها به تعلیم ته خودت علمت دوام ته و دیگرها به چه تعلیم ته تربیه کن ارشاد کن توجیه کن تعلیم ته و اگر جاهل باشه اپی خودت شف خلاص دیگه چیز مسئله تکفیر